بارم منو دعوت کرد خونه، گفت بیا ببین چیه، گفت بیا یه چیزی میخوام نشون بدم. خیلی حساس بود. رفتم گفتم چیه؟ گفت اگه فاطمه زهرا سلام الله علیها دستور بده از جای حمایت کنی چیکار میکنی؟ گفتم او زیاده، اگه فزه کنیزشم بگه من مخلصش هستم، اما اون چیزی که شما آوردن دروغه. گفت نه، یک پیام اومده کسی آورده از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها که این دورشو بگیرید ازش حمایت کنید، از آقای خامنه‌ای تجلیل کرده بود حضرت زهرا، بعد احمدی‌نژاد رو حمایت کنید. خیلی هم بالاخره این که کاغذ رو تو کفنم بذارید و بالاخره به اصرار گفتم من تا نبینم فایده نداره. حاضر به هیچ کی نشون نمیدم. خیلی این پیام مکتوب حضرت زهرا مهم بود. تا اینکه من گفتم من تا نبینم بلدم. فکر کنم خط حضرت زهرا میاد. لابد امضای حضرت زهرا من باید خط شناسی کنم، امضا شناسی کنم. دیدم یه کاغذ تایپی مثل همین که شما دارید، یه پرینت تایپ شده، نصف صفحه تایپ شده حرف. گفتم خب بعد میگفتشون اصله. ببخشید این کپی اصلش رو گذاشتم برای کفنم. گفتم آقا این کپی اون از فرقی نداره، همش پرینته و اینا بازیه. شبش کی اومده بود شده آقا؟ الهام و زنش. گفتم پرونده آقای رفیق دوست و آقای فلانی عضو شورای نگهبان شما بردی پیش رهبری، چه اتفاقی افتاد؟ ازشون بهتر شد. آقای برکنار شدن؟ پرونده بردی، اینقدر پرونده.